سلام، به چنل ذهن روشن خوش اومدید. این یک مدیتیشن خیلی مهم هست چون هم برای جذب ثروت کاربرد داره و پایه مدیتیشن های دیگه هست. در واقع اگر این چاکرا فعال نباشه یا دچار مشکل باشه باعث بستگی های مالی میشه در شما. در فعال کردن چشم سوم و چاکرای تاجی هم به مشکل میخورید و از حالت تعادل بدن خارج میشید. این مدیتیشن برای تمرکز و آرام کردن ذهن هم کاربرد داره. بیایید با انتخاب کردن قصدتون مدیتیشن رو شروع کنیم. قصد شما میتونه آروم کردن ذهن و به تعادل رسیدن باشه یا فعالیت معنوی چاکراهای دیگه. بهترین حالت برای انجام دادن این مدیتیشن انجام دادن اون توی طبیعت هست، در فضای سبز. اما اگر این کار برای شما سخت است یا مقدور نیست، روی زمین هم میتونید این مدیتیشن رو انجام بدید. برای گرفتن انرژی از طبیعت ساده ترین کار این هست که کفشاتون رو در بیارید و بدون جوراب توی طبیعت پیاده روی کنید، توی فضای سبز. بدون داشتن حس قوی زمینی بودن، کارهایی که برای چاکراهای بالاتر مثل چشم سوم و چاکرای تاجی انجام میدیم شما رو از بالانس بودن خارج میکنه و انرژی شما رو به هم میریزه. گسترش ریشه در زمین و لنگر کردن انرژیتون توی زمین یکی از مهمترین کارها هست، چون با این کار انرژی دریافت شده توسط چاکراهای دیگه و از بعدهای بالاتر در بدن شما ذخیره میشه و زمین به شما یک حس امنیت و گرمی میده و شما میتونید با هر گونه ترس و تهدید مقابله کنید و همیشه احساس امنیت بکنید و روی هدفها و خواستهای اصلیتون تمرکز کنید تا به بهترین ورژن خودتون تبدیل بشید. بیایید شروع کنیم. اگر توی طبیعت هستید پاهاتون رو روی چمنها بذارید و به اون سطحی که پاهاتون باهاش در تماس هستن همینطور انگشتان پا تجربه و احساس کنید. اما اگر در خانه هستید میتونید همین کار رو با زمین انجام بدید. تمرکز کنید و پاهاتون رو روی زمین قرار بدید. همینطور انگشتان پا رو. میتونید ایستاده یا نشسته این کار رو انجام بدید. تصور کنید که قدرت این رو دارید که انرژی رو از بالای سرتون به پایین ارسال کنید. شاید در این مرحله یک مقدار بیش از حد فعال بودن احساس کنید در مغزتون یا فضای چشم سوم، شاید هم فضای چاکرای خاجیتون. الان زمان این رسیده که تمرکز کنید. آیا این صداها و این هیاهو رو در بدنتون میشنوید؟ ستون فقراتتون رو به عنوان یک انتقال دهنده در نظر بگیرید، یک آسانسور. این سنگینی و این وزن رو به پایین ارسال کنید و نفسهای عمیق بکشید. سعی کنید ریتم نفسهاتون مساوی باشه، مخصوصاً هنگام بازدم و هنگامی که این انرژی به زمین رسید تنفسهای عمیق داشته باشید. با هر بازدم این انرژی بیش از حد رو به زمین منتقل کنید و ارتباط گرفتن با زمین رو عمیق تر کنید و با هر دم انرژی حیاتی رو از زمین دریافت کنید. توجه داشته باشید برای یاد گرفتن هر مهارتی باید صبور باشید. شاید اول این کار شما چیزی حس نکنید یا خیلی حواستون پرت بشه، اما نگران نباشید. با چند جلسه تمرین شما این کار رو به صورت ناخودآگاه خیلی عالی انجام میدید.
پس زیاد به خودتون فشار نیارید و سعی کنید که به صورت آروم و ریلکس این تمرین رو انجام بدید. حالا شما رو به نشستن دعوت میکنم. توی حالت چهارزانو یا حالت لوتوس از شما میخوام که انرژی رو به داخل دعوت کنید و تمرکزتون رو به جای دنیای بیرونی به دنیای درونی بدید و چشماتون رو به آرومی ببندید در حالی که تماستون رو با زمین حفظ میکنید. به مکانهایی که با زمین در ارتباط هستن توجه کنید. حالت نشستن شما خیلی مهم است. جوری بشینید که کمرتون صاف باشه و بدن توی حالت کاملا ریلکس قرار داشته باشه. این کار رو برای گردش انرژی انجام میدیم و انجام این کار به شدت ضروری هست. آخرین مهره ستون فقرات جایی هست که چاکرای ریشه قرار داره. از شما میخوام ستون فقراتتون رو به عنوان یک جابجا کننده انرژی در نظر بگیرید. آیا میتونید در چشم ذهنتون اون فضای قرمز رنگ، اون گوی قرمز رنگ رو مشاهده کنید؟ از شما میخوام که به چاکرای ریشتون متصل بشید. یک گوی درخشان قرمز رنگ گرم که در آخرین مهره ستون فقرات شما میدرخشه و در جهت عقربه‌های ساعت حرکت میکنه رو در نظر بگیرید. با هر دم انرژی قرمز رنگی که میبینید یا حس میکنید رو تنفس کنید و نگاه کنید چطوری درخشش این چاکرا بیشتر میشه. درست مثل دمیدن روی ذغال که با هر دم اون انرژی قرمز رنگ در ذغال بیشتر میشه و شما این انرژی قرمز رنگ رو جذب میکنید توسط چاکرای ریشتون و درخشش این چاکرا بیشتر میشه و هنگام بازدم این انرژی قرمز رنگ در بدن شما پخش میشه و گسترش پیدا میکنه. بیایید برای چند لحظه این کار رو انجام بدیم. این رنگ قرمز و زیبا رو تنفس کنید با هر دمی که میگیرید و نگاه کنید که چطوری این یاقوت قرمز رنگ درخشانتر و قدرتمندتر میشه و با هر بازدم این انرژی زیبا و قرمز رو در کل بدنتون منتشر کنید. حالا دیگه کم کم توی بدنتون احساس سنگینی میکنید. با این سنگینی همسو بشید و این سنگینی همسو میشه با زمین زیر شما. در همین حالت حس نور و روشنایی رو احساس کنید که در این فضای قرمز رنگ می درخشه. حالا آگاهیتون رو به تنفستون بیارید. از شما میخوام تا یک کانال صاف و باز رو که از بینی و دهان
تا پایین ستون فقرات شما هست رو مشاهده کنید. این مسیر از تمام چاکراها عبور میکنه و در آخر به چاکرای ریشه میرسه. بدنتون رو کاملا ریلکس نگه دارید و به سبکی و رها بودن فکر کنید. ممکنه که حاله های انرژی رو با چشم ذهنتون ببینید یا شاید هم کانال های انرژی رو مشاهده کنید. در این لحظه ممکنه که شما زیر پوستتون جابجایی یا شاید هم گزگز یا قلقلک احساس کنید. این اتفاق یک اتفاق خیلی خوب هست که توی بدن شما در حال رخ دادن هست، چون انرژی چاکرای ریشه در حال پخش شدن و گسترش پیدا کردن هست. هر گیجی و هر سبکی رو احساس کنید. این چه حس خوشایندی هست وقتی بدن شما تمام تنش ها و استرس ها رو رها میکنه و شما آروم و ریلکس میشید. با هر دم به این فکر کنید که شما جاتون امن هست و با هر بازدم هر افکار مزاحمی رو به بیرون از بدنتون منتقل کنید و این افکار رو مشاهده کنید که ممکنه اشکال مختلفی به خودشون گرفته باشن. شاید مثل یک بچه بیش فعال که در حال بازیگوشی کردن هست یا یک آدم بزرگسالی که داره نق میزنه و دنبال سرگرمی بعدی است. با نفس کشیدن همراه شید و کنترل خودتون رو به دست بگیرید و مقدار و ریتم تنفس رو ثابت نگه دارید، به خصوص هنگام بازدم. با هر نفسی که انجام میدید چاکرای ریشه شما روشن‌تر و درخشان‌تر میشه. به گرمای زیبا و دلنشین این یاقوت قرمز رنگ نگاه کنید و گسترش پیدا کردن انرژی رو در بدنتون مشاهده کنید و احساس کنید چاکراتون در فضا و بیرون از بدن شما هم انرژی رو مرتعش میکنه. این درخشندگی رو پخش کنید و حالا که من این تاییدیه ها رو میگم شما میتونید اینها رو همراه با من تکرار کنید یا اینکه فقط به اونها گوش کنید. من جام امن هست. من امن هستم. در این لحظه من به زمین متصل هستم. من ثابت و استوار هستم. در این لحظه زمین من را از پایین و جهان هستی از بالا حمایت میکنه و تمام خواسته های من را فراهم میکنه. من آهنربای پول هستم و تمام نیازهای من برآورده میشه. انرژی من متصل به زمین هست و تمام احتیاجهای من برآورده میشه. من حمایت میشوم. من امن هستم.
هرچی از مطمئن بودن انرژی در بدنتون آگاه بشید، صداهای ذهن آرام و آرامتر میشن. از شما میخوام ضربان قلبتون رو احساس کنید و مشاهده کنید زمین چطوری به شما پاسخ میده. با هر نبض از مرکز زمین به شما نبض‌هایی ارسال میشه که مثل صدای یک مادر برای بچه‌اش هست. این گرما و این امنیت رو دریافت کنید. شما هیچ موقع تنها نیستید و برای همیشه این هیاهوی ذهنی از شما جدا میشه و شما میتونید اون رو رها کنید و اون رو به زمین منتقل کنید و به جای اون انرژی از زمین نیروی حیاتی دریافت کنید با نبض‌هایی که از زمین به طرف شما میاد. به گرمای بدنتون توجه کنید که چطوری توسط جاذبه زمین به پایین کشیده میشه. سعی کنید کمتر فکر کنید و بیشتر احساس کنید. خودتون رو به زمین لنگر کنید و انرژی گرم رو تنفس کنید. اجازه بدین گرمای چاکرای ریشتون بدرخشه و خیلی آروم این انرژی توی بدن شما منتقل بشه. الان خیلی آروم هر افکار مزاحمی آروم میشه و هر احساس بیش از حدی به زمین منتقل میشه و شما به زمین وصل میشید و شما لنگر میشید. وقتی این افکار پراکنده رو به زمین منتقل کنید، این احساس متمرکز میشن. احساس کنید که زمین شما رو حمایت میکنه در این لحظه و تمام لحظات دیگه. شما جاتون امن هست از هر چیزی که ازش میترسید یا از اون استرس میگیرید. میتونید اونها رو هم به زمین انتقال بدید و به جای اون از زمین احساس امنیت و آرامش رو دریافت کنید و پاسخ بگیرید از زمین. حالا که انرژیتون از حالت قبلش و حالت ناآرام به حالت آرام و از حالت ناامن به حالت امن تغییر پیدا کرد، از ترسیده به شجاع و از پراکندگی به مرکزیت، شما رو به بهبود میرید و کم کم احساس بهتری میکنید. حالا از شما میخوام به آرومی کف دستاتون رو به هم بمالید تا گرم بشن و بعد از اینکه این گرما رو حس کردید، اون رو روی چشماتون بذارید و به آرومی چشماتون رو باز کنید و لبخند بزنید و این دنیا رو زیباتر کنید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، چنل رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگر رو از دست ندید و این ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری بتونن اون رو مشاهده کنن.